سلام بچه‌ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدیم به چنل خودتون بچه‌ها. مخلصم. بچه‌های خفن مفن تاجیکستان، امروز یه ویدیوی جذاب داریم در مورد آرش کمانگیر که رفته تاجیکستان. به شهر دوشنبهش و ریاکشن رفتیم و الان رفته به خوجند خفن و قشنگ تاجیکستان که یه زمانی جزو ایران بوده. ما و مردم خوجند و دوشنبه کلا تاجیکستان همتبار هستیم. حتما لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب و مشترک بشید و به دوستاتون چنل رو معرفی کنید که چنلمون گنده تر بشه و ما پرقدرت برگشتیم. ایشالله که بتره کنیم و از شما تنها خواهشم اینه که ما رو حمایت کنید و حتما کامنت انگلیسی بذارید و لایک هم خواهشن بزنید و بکوبید و بکنید. بریم با هم دیگه بیایم. 1 2 3 لیتس گو. در شهر خوجند تاجیکستان هستیم، دومین شهر بزرگ، یکی از توریستی ترین شهرهای این کشور. تو این قسمت چرخی تو شهر میزنیم. اولین تلاکابین زندگی میکنم، توش مبل گذاشتن، روکش هم کشیدن. غذاهای خوشمزه‌اش امتحان می‌کنیم. شهر بازی عجب تنوری داشتن که واسه زمان شوروی است امتحان می‌کنیم. حالا میاد چرنوبیل میفته و یه سرم به بازار باحالش میزنیم. با من همراه باشید. بی‌نظیره. تاجیکستان تریپ، سفر به قسمت 4 تاجیکستان. عکس رو نگاه کنید بچه ها. یک قشنگی داره که همه جای کشور تاجیکستان عکس نخست وزیر و شاه هستش، امام علی رحمان، همه جا عکسش هست و این خیلی جالب و جذابه. واقعا هم مردم تاجیکستان احساس میکنن که قلبی دوست دارن امام علی رحمانو. تو فرودگاه اینجوری استقبال میکنن از میهمانای نوروزیشون. آفرین. چه سر صدایی میکنن. اینا مسافرای چینی هستن. قرقیز. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. عشق عشق. چه هوایی هم داره بچه ها، چه عشقی. یعنی فقط بچه ها، خب تو فکر کن که از فرودگاه اومدی توی یک کشور احساس غریبی نمی کنی دیگه، مخصوصا که از ایران رفته باشی تاجیکستان که هم زبان هم هستیم و هم فرهنگ و اینجوری ازت استقبال کنن، چه انرژی مثبتی میگیری. ماشاءالله ماشاءالله. دیدین چه تدارکی دیدن واسه مهمونه چینی که اومدن؟ 4 تا اتوبوسن، همه رسیدن خوجند. من میگم چرا اصلا تو هتل‌ها جا نبودن که همه اومدن واسه نوروز و چه مراسم استقبال باحالی واسهشون گرفته بودن. منم در همین لحظه رسیدم خوجند. تاریخ ساعت 9 شب. بریم استراحت بکنیم و از فردا بریم خوجندگردی. واو چه زیبا. سلام دوستان، گلم، امیدوارم حالتون حسابی خوب باشه. چقدر زیباست. این بار در شهر خوجند تاجیکستان هستیم. ما خودم تا به حال اسمش رو نشنیده بودم، ولی اینجوری که فهمیدم چقدر این شهر پتانسیل داره. یکی از مراسم مهم نوروزی قراره توی این شهر برگزار بشه. این مجسمه که می‌بینید از کمال خوجندی است، یکی از شاعران معروف قرن 8 هجری و غزلسرای برجسته زبان فارسی. کمال خوجندی غزلسرای بزرگ فارسی هستش. کمال خوجندی، من اسمشو نشیدم بچه‌ها، این یادم باشه که حتما برم سرچ کنم در مورد کمال خوجندی و اگه شدم یه ویدیو، اگه خواستینم شما تو کامنت ها بنویسید یه ویدیو در موردش درست کنیم و ببینیم کیه کمال خوجندی، بیشتر بشناسیمش. خوجندی تو همین شهر، یعنی خوجند به دنیا اومد ولی بیشتر عمرش رو تو تبریز گذرون و یکی از خیابان معروف این شهر به اسم همین کمال خوجندی هستش، شاعر معروف قرن 8. و چقدر قشنگ دوباره تکرار میکنم اینکه به شاعراشون، به گذشتهشون انقدر افتخار میکنن. این شهر خیلی کوهستانی است، میبینین کوه اطراف و هوا یه ذره سرد، مهمون میبینیم بالا. جلوتر بازی سبزه داریم اینجا. اون زمانی که من تو دوشنبه بودم اینجا هم داشته جشن نوروزی برگزار میشده. الان تقریبا دیگه جشن نوروزی نیستش، مثل
مثل اینکه 4-5 روز دیگه جشن نوروزی رسمی است تاجیکستان. هر سال یه شهری رو به عنوان شهر رسمی برگزار کننده نوروز در نظر میگیره. پارسال دوشنبه بود و امسال شهر خوجند هستش و فکر کنم 3-4 روز دیگه چند تا رئیس جمهور از کشورهای مختلف مثل قرقیزستان و خود تاجیکستان و میگه شاید یادم نمیاد اینجا جمع میشن و تا اونجا که فهمیدم مراسم نیستش که شما بتونید تو شرکت بکنید، پابلیک، یعنی آزاد نیستش، خصوصی و با دعوتنامه فقط میشه اونجا شرکت کرد. حالا به هر حال این درخت زیبا رو نگاه کنید چقدر قشنگه و اینجا منم پایینشو به سبک نوروز تزیین کردم و اینجا سبزه بزرگ داره، خیلی باحال درست می‌کنین سبزا رو به این سبک و اینجا نوشته نوروز مبارک. و این پارکی که من توش الان قرار دارم به اسم همون کمال خوجندی هستش. یه نکته جالب بخوام بگم، دیشب دیدید 3 اتوبوس فقط توریست چینی اومد به این شهر. بچه‌ها خوشآمدگوی قشنگ واسهشون تدارک دیده بودن. جالبه واسه من چینی‌ها اینجا رو کجا پیدا کردن، خیلی واسه من جالب بود. همه جا اصلا لامصب. ولی خب این شهر پتانسیل توریستی شدن خیلی بیشتر داره. حتی فرودگاهش از در حال حاضر فرودگاه شهر دوشنبه به نظرم خیلی ترتمیزتر و بهتر و بزرگتر بود. من خودم همیشه تصورم از این شهر خوجند شهر مثل ماسوله بود، یه ذره شهر کوهستانی کوچولو جمع‌وجور، ولی واقعا شهر بزرگیه. خیلی جای قشنگ داره که قراره با هم دیگه بریم سر بزنیم و ببینیمش. با من همراه باشید. بچه‌ها من همیشه فکر می‌کردم تا قبل از این کینو ببینم، فکر می‌کردم خوجند یه شهرک، یه شهر کوچیک هستش، ولی انگار که خیلی گنده است. واو چه ماشینای لوکس خوشگلی هم داره. آقا این BYD ها ماشین خوبی هستن، ولی میخوام لحاظ طرح نگاه کنم یه پورش ماکان افتادم. دقیقاً مثل اون زده. دیگه انقدر تابلو نمی‌خواست کپی کنی. خودشون ماشین خوبی هم واقعا BYD ها. بچه‌ها هم توی محله قدیمیش می‌گذرم و کلی خونه قدیمی می‌بینم، می‌بینید، ولی این شهر هم به صورت در حال پیشرفت می‌بینید، همه جا دارن ساخت و ساز می‌کنن و فکر کنم 2 سال دیگه شما بیاین اینجا اصلا شهر کاملا متفاوت و مدرن‌تری می‌بینید. همه جا در حال ساخت و ساز. قشنگ پتانسیلش هم داره این شهر. شما خوبی؟ نوروز مبارک. ویدیو دارم میگیرم. رحمت. با این میری میای؟ سرعتش خوبه؟ یواش میره. زود یه دونه سریع برو بگیریم. چه حال میگرد با این؟ خیلی خوب بود. چیه بچه اینا؟ من هم عاشق اینا بچه. من میخوام یه موتور بگیرم. خب یه موتور از این موتورهای شارژی هست که یه باکسی هم عقبشون گذاشتن. اون موتورها احساس میکنم خیلی قشنگه، ولی سرعتش خیلی کمه، ولی فکر کنم خوب باشه چون برقی هم هست واسه کارهای دم دستی و فلان، ولی فکر کنم قیمتش زیاد باشه. اگه قیمتش ببینن زیاده همون بنزینی رو میگیرم، حداقل سرعتش اینا بهتر و بیشتر حال میده. این نونوایی خوجندی. آره. چه نونایی. به ما بهتر میذاریم کلا. ماشاءالله. بچه این گوگل نگاه کنید، کلی اومده میمه میکنه به من. اینجا یه قصابیه و تعطیله دیگه الان. اومده در قصابی بذاره گوشت میخواد. یه نفر داخله. تو خدای گوشتی به این بدین، گناه داره. بیچاره. چی شده؟ آخه گربه تاجیک. بچه الان که اینجا نشستم اوج خستگیه. چرا؟ این اتاقی که من اینجا تو خوجند گرفتم، خونه که گرفتم، وای فای اینترنت نداره. من دقت نکرده بودم. دیگه دیروز پیروز بود اومدم این کافه رو پیدا کردم، چقدر سرعت اینترنتش خوبه. کلا تو تاجیکستان اینترنت خیلی ضعیف، مخصوصا در شهر خوجند تا ضعیف‌تر هم هستش. بعد دیدم اینجا خیلی کافه خوبه. بعد من ویدیویی که الان شما دیگه دیدین رو آپلود کردم، 20 گیگابایت بود حجمش و دوست داشتم حجمش رو بیارم پایین‌تر. من 5 ساعت دیروز این همین کافه بودم، غذا خوردم، کار کردم، خستگی و اینا تازه 50% شد. امروز اومدم 50% دیگه رو دارم اینجا آپلود می‌کنم که دیگه ویدیو امروز احتمالاً ان شاءالله پخش میشه. ولی تا اوج خستگی گفتن زیر پویسانم ببینید دیگه، ولی کافش خیلی خوشگله. میشه عکس باحالی گذاشتن اینجا، همه شخصیتایی که میشه. بچه‌ها اینترنت من فکر میکنم که توی تاجیکستان پایینه. راست اینم داریم میگه همین حرفو. میگه توی تاجیکستان کلا و تو خوجند مخصوصا سرعت اینترنت پایینتره. نمیدونم چرا. احساسم اینه که من فکر میکنم که شرکت‌های اینترنتی خوب امکانات نمیدن و سرویساشون خیلی خوب نیست تو تاجیکستان و اگه مثلا من بیام تاجیکستان باید یه فکر واسه اینترنتش بکنم. از این مودمای جیبی با خودم یه دونه ببرم، مودمای جیبی تو جیب میذارم اینا، اونجوری فکر کنم سرعت نت بهتر باشه.
اینو نمی‌شناسین اینجا هستش. نقاش معروف. این شبیه بروز موسیقیه. آبراهام لینکلن بزرگ داریم اینجا. شخصیت ایرانی ولی اینجا نیستش دیگه خلاص. استیو جابز هم بالا داریم. حتی خالق دیسنی اینجا هم داریم. ولی خب دست خطاش رو همه به روسیه دیگه من متوجه نمیشم اونه که نمی‌شناسم. رمبو هم اینجا هستش. واژگی رمبو، سیویل استالونه، دیانا و مادر شوهرش رو داریم اینجا و سوفلارو اون بالا هم داریم. پدرخوانده هم هستش حتی. این کافه رو خلاصه کلی بهشون زحمت دادیم، دمشون گرم. اسمش میذارم خیلی هم قشنگه اینجا و هم که خیلی غذاش خوشمزه است. غذایی که امتحان که همشون بامزه است. بامزه. برای مثلا مینی پیتزا نکنین. شاید تو تصویر فکر کنین بزرگه ولی پنجه منو اینقدر. پیتزا اینجا کلا خیلی خوشمزه است. مثلا اینجایی که هست فعلا. آره خلاصه نبود اینترنت هم بعد داستانیه. الان تو شهر خوجند تمام هتل‌ها پر شدن. دیگه اینقدر توریست اومده زیاد و دیگه به زور شما خونه گیر میارین. فعلا واو کمال خوجندی، اسم پارکش کمال، همون مجسمه کمال و اینا، این اسم پارکشه. چه گلای بنفشی، چه هوایی خدای من، بی‌نظیره. آره آخه آقا ما تو دنیای واقعی که جیپ نخریدیم، حداقل بیاین سوار شیم. تنها جی کلاسی که من میتونم واسه هزینه‌اش بر بیام اینه. فنی سالم، چه خوشگله. چرما همه چیز خوبه خودش. بالاخره تونستم خدا رو شکر. تلاشم نتیجه داد. چند اندازه‌ایه؟ کوچیک یا بزرگه؟ کامل می‌بینیم. می‌خوایم این سوار شیم با هم دیگه بریم به سمت اونور داستان. واه چقدر کلافه. وای بچه وای چه هواییه، قشنگ مشخص هواش عالیه. مبل این توش مبل داره. اولین تلکابین زندگی می‌کنم توش مبل گذاشته. مبل داره. کثیف نشه. رفتش 20 دقیقه طول می‌کشه می‌تونیم شهر ببینیم. بچه‌ها اینا معمولیاشه. چند نفر سوار میشن می‌بینید 4 نفر. وی آی پی گفتم خدا دیگه تلکابین وی آی پی چی نگو این مبل‌دارا شده. خیلی باله. چه جالب. مبل داره توی تلکابین. ولی من دوست دارم دور و برش باز باشه که هوا بخوره به صورته. واو بچه ها رودخونه داره خوجند. چه رودخونه گنده و بزرگی هم هست. اسم این رودخونه بچه ها چیه؟ تو کامنت ها بنویسید جان من، تعامل کنید با ما. توی کامنت ها بنویسید اسم این رودخونه ای که داره چیه، چون رودخونهش خیلی پر آب و خوشگل و قشنگه. این پلی هم که روش داره خوشگله. واو بچه یکی رو نگاه کنید، 2 تا مبل تکی داره توش. واو رفت و سر قرار دلم لرزیدک، دخت آب پاکی رو دست مرزی کن، گفته میخواد سر به دست فردا. خب بالاخره رسیدیم به این قسمت شهر. بچه‌ها این چیزی که متوجه شدم تو هر شهری تندیس یا مجسمه. جالب اینه بچه‌ها که کلاهش هم سرش کرده، کلاه خوجند هم فکر کنم هستش. فکر کنم تو تاجیکستان بچه‌ها توی هر شهری کلاه مخصوص به خودشو داره. سمه اسماعیل سامانی رو می‌بینیم، بنیانگذار سلسله سامانیان و این شهر هم داره. دقیقاً خیلی شبیه اون ورژنی بودش که تو شهر دوشنبه دیدیم، اینجا هم هستش. ولی نکته‌ای که من فکر کنم فراموش کردم بگم، این تاجی که رو سرش هست و اون چیزی که دستش گرفته از طلای خالصه. یعنی تو شهر دوشنبه که حداقل مطمئنم که بود، اینجا رو مطمئن نیستم. اینجوری ارج مینهن مشاهیر و بزرگاشونو. چقدر قشنگ. اینجا به هر تیکه شهر واقعا بچه طلای خالصه. تاج روی سر اسماعیل سامانی که قدم میزنم یه چیزی از شعرا و بزرگان و کلا افراد مشاهیر، کسایی که تاریخ یه قدم مهمی برداشتن واسه کشور هستش. ماشاءالله. واو چه جاروهای خوشگلی. آقا در مورد قیمت غذا هم بگم، بعضی از رستوران مثل اینجا همین بیرونش کباب میکنن، میتونید تو هم بشینید بیرون هم بشینن، هوا خوب بود بیرون نشستن. مثلا این فیله گوسفندی و قیمتش فقط 50 سامانی است، یعنی تقریبا 5 دلار یا 5 یورو میشه. شما همین رو تو آلمان بگیرید چه باید بگیرید؟ اینم چی گوشتی اونم. جاتون خالی. راست میگه، گوشتش خیلی گوشت خوبی بود. بعد تو تاجیکستان دیگه کشور مسلمونه بچه‌ها، دیگه مشکل اینو نداری که گوشت خوب جلوت بذارن یا ذبحشون اسلامی نباشه. دیگه اونجا کشور مسلمانه دیگه، همه چیزش درست.